دزدان دریایی و کلم ترش، غذای نجات بخش یا شکنجه. در دوران سفرهای دریایی طولانی در قرن 17 و 18 یکی از بزرگترین خطراتی که ملوانها و دزدان دریایی رو تهدید می‌کرد، یه بیماری خطرناک به اسم اسکوروی بود. علائمش خونریزی لثه، ریزش دندون‌ها، ضعف شدید، زخمایی که خوب نمی‌شدن و در نهایت مرگ بود. اما راه حل نجات بخش چی بود؟ درسته، کلم ترش. کلم ترش که از تخمیر به دست می‌اومد، یه منبع فوق‌العاده از ویتامین C محسوب می‌شد. در ادامه کشورهایی مثل آلمان، هلند و بعدها انگلیس شروع کردن به بار زدن بشکه‌های بزرگ از این غذا. اما یه مشکل بزرگ وجود داشت. خیلی از ملوان‌ها، مخصوصاً دزدان دریایی خشن و بی‌حوصله، اصلاً نمی‌دونستن که این غذا قراره جونشون رو نجات بده. کلم ترش بو و ظاهر عجیبی داشت. بعضی‌ها فکر می‌کردن این یه غذای فاسد و گندیده است که ناخدا داره برای تنبیه بهشون میده. اونها میگفتن ترجیح میدم از اسکوروی بمیرم تا اینکه یه قاشق دیگه از اون چیز لعنتی بخورم. خیلی‌هاشون واقعاً نمی‌خوردن و به اسکوروی دچار می‌شدن، اما اونایی که خوردن نجات پیدا کردن.